کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه ولایت قتلان یا اوباب در جریان یک عملیات ویژه فوری رئیس جماعت دیوت به نام خلمت و نویه شهر توز و یک متخصص بخش معماری این نویه را با اتهام گرفتن پوره دستگیر کردند. در این باره در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله که شام 12 اپریل سال 2023 نشر شد خبر دادند رئیس جماعت همگی 29 سال داشته است. در گزارش نشر شده گفته می شود که رئیس جماعت به نام خلماتوف تقایف مهردین سال تولدش 1994 و متخصص بخش معماری نویه شهر توز توشیف ارکنجان سال تولدش 1988 برای جدا نمودن 10 سوتق زمین از ساکن نویه قبودیان خوجمقلوف سروجدین به صفت پاره 30,000 سومانی طلب کرده گرفتند. گفته می شود هر دو منصبدار را در بنای جماعت به نام خلماتوف هنگام گرفتن پاره با دلیل شهید دستگیر کردند و این مبلغ 30,000 سومانی از آنها همچون دلیل شهید یافت و گرفته شده است. مؤلف گزارش پدپلکوونیک نصرت الله محمدزاده گفت همه این پولها با رنگ مخصوص علامت گذاری شده بود و 25,000 سومانی را از رئیس جماعت مریدین تقایف و 5,000 باقی مانده را از جیب ارکنجان تویشیف پیدا کردند. رئیس جماعت در این گزارش اعتراف کرد که این عمل کرپسیونی را بر اساس مصلحت پیشکی با تویشیف انجام دادیم. پیشکی مصلحت کرده بودیم پیش از نوروز 5,000 را آورده داده بودند و این دفعه مبلغ باقی مانده را آوردند ولی مقامات آمده ما را دستگیر کردند. بر ضد موردین تقایف و ارکنجان تویشیف بر اساس قسم 4 ماده 319 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره به مبلغ بزرگ از جانب شخصان منصبدار آغاز کرده شده. هر دو را به حبس پیشکی گرفتند. به آنها بر اساس این بند قانون همچون جزا از 7 تا 12 سال زندان تهدید میکند. هر سال در تاجیکستان 10 منصبدار اساساً کارمندان جماعت‌ها و کمیته‌های زمین با اتهام گرفتن پوره در عوض جدا کردن زمین‌های نزد اولگی دستگیر میشوند. مقامات اعتراف میکنند که در شرایط افزایش بیست شماره اهالی در تاجیکستان مسئله زمین به مشکل رقم 1 تبدیل یافته است و برخی منصبداران بدنفس از این احتیاج مردم به قطعه‌های زمین برای ساختن خانه سوء استفاده میکنند. در 30 سال اخیر شماره اهالی تاجیکستان 2 مراتب افزوده از 10 میلیون گذشت.